تو با 45 سومون صاحب خانه میشی. گرچه اوتا تمدیه دو دارته چه اکتا براتن اولاد دیگه میشه. Зиндагиш 360 градусов. Так что ваше дело просто играть роль моего мужа. تمام بچه جان. وقتی که انسان میآید و نامه اعمال خودش میبیند، اون چی که خودش کرده است وقتی دید، انسان میگه خب من این کارو کردم. لکه وقتی در نامه اعمالش میبیند که یک چیزهایی هستن که او نکرده اند لیکن در نامه اعمال نوشته شده است، چی واکنش از این انسان سر خواهد زد؟ کاری که نکرده است. ببینید این آیت بسیار آیت خطرناک است. الله تعالی میگه که ولا يحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، آنها بار سنگین گناهان خویش را برداشت دارند و همچنین بارهای سنگین دیگر را اضافه بر بارهای سنگین خود دارند. یعنی از اینجا معلوم میشه که انسان بعضی کارهای میکند که وای کارش باز سبب میشه که دیگران این کار از وی تقلید کنند و در نتیجه گناه هر شخصی که شما رو تقلید کرد به شما نایسته میشه، همشریک گناه میشه. بنابراین این آیت باز وسیع‌تر در آیت دیگه میگه که ان نحن نحیی الموت و نکتب ما قدموا و آثارهم، ما یقینا به مردگان رو زنده میکنیم و اون چیزی که پیش فرستادن یعنی خودشون عمل کردن و تمام اثر آنها رو می‌نویسیم. ابن کثیر در تفسیر گفت که اثر آنها اون سنت‌های نیکی که از خود گذاشتن یا سنت‌های بدی که از خود گذاشتند است. بیننده برای این جمله خطرناک است. شما مثلا در اینستاگرام، شما در تیک تاک، شما در فیسبوک، در فلان جا مثلا بعضی پست ها میگذارید. اون پست هایی که شما میگذارید هر یکتش چی دارد؟ نتیجه دارد، میوه دارد. هر یکتی همون شاید زیر همین آیتی که تهدید میکند افتادنش ممکن است. یعنی یک کس میآید یک سنتی بده جاری میکند، یک دشنام میدهد که همون دشنام از همین آدم سر میزند، دیگران اون دشنام از این یاد میگیرند و هر شخصی که اونجا لایک میکند، هر شخصی که با دیگران مثلا پدریت میکند به اصطلاح، همه اینها در آخرت سوال جواب دارد. یعنی همین کارهایی که انسان میرد و در نامه اعمالش میبیند و این کارا نکرده است، این همون میوه همون کارهایی که به دیگران آموختگی است، هم بدیهایی که آموخت، سخنهای بد، دشنام، اون چیزی که در حاضر میبینیم که در همین شبکه‌های اجتماعی مثلا چیزهایی میگذارند درباره دختر بازی، درباره گپ پرتای بزنها، درباره هر نوع مقوله‌ای که هست و همه اینها جواب دارد. این دو آیت برای همین خوندیم دوستای عزیز که انسان روز قیامت گناه خودش هم بردارد و گناه هر شخصی که وی گمراه کرد، به زنا تله داد، به فحشا تله داد، به قمار تله داد، به آدم کشی تله داد، به انسان از راه زد. تصور کنید این بسیار خطرناک است، خصوصا آنهایی که ده ها هزار و صدها هزار و میلیون ها پادپیسچیک و پیگیری کننده داره. هر شخصی که هر یک کلمه که از شما میگیرد روز قیامت شما جوابگر میشوید. هر گمراهی که شما برای انداختید، هر قماری که برای انداختید، هر خرید و فروشی حرامی که برای انداختید و شما رو دیده دیگرها پیروی کردند، چی میشود؟ همه اونها رو گناهش به شما باز میگردد. یعنی شما در گرو عمل خود هست. یعنی انسان با مردنش هم عملش کنده نمیشه. یا اینکه اومد مثلا یک دشنام جاری کرد، یک اومد یک روشی مثلا قماربازی رو مثلا جاری کرد، یا اومد یک روشی زنبازی جاری کرد، یا یک دیسکته یک حرام کشد، همه همین ها زیر همین تهدید دو آیت میره. تا آن زمانی که انسان ها به همین فتواها، انسان ها به همین کارها، به همین سنت های بدی همین انسان عمل میکنند، نامه اعمال وی گشوده است، رفته هم میگیرد در نماز. او خوب نیست که این انسان هایی که به شما رو پیگیری میکنند به کارهای نیک دلت کنید. او خوب نیست که آنها رو به کارهایی که برای آخرت شما و آنها فایده دارد اونها رو دلت کنید، تا اینکه در نامه اعمال شما کارهای نیک نوشته شود، پس از مردنتون هم نامه اعمالتون پر شود به نیکی. یعنی ببینید این هر پیگیر، هر لایک، هر پدریتسا، همه باز نشر، همه این جوابگریش به گردن شما هست. بنابراین از خدا ترسید. وقتی که یک مواد میگذارید، پست میگذارید، یک کار کنید که در نزد الله تعالی شرمنده نشوید، در نزد الله تعالی سرخم نشوید. خدایی که شما را آفرید، خدایی که برای شما آبرو داد و اینقدر ده ها هزار پیگیری کننده یا پادپیسچیکا رو برای شما داد، شما اونها رو برای آخرت خود سرمایه کنید، نه در این فساد و فسق و مردم راه زدن. این سخنها به ویژه با اونها تعلق دارد که کنکورس تشکیل میکنن. یعنی صدها هزار پادپیسچیک دارن، میبرن کنکورس تشکیل میکنن،
پول کار میکنن، بعد پول کارکنی خودشون رکلام میکنن، اونها دیده باز دیگرها تقلید میکنن. و هر شخصی که تو ای کنکورس تشکیل کن، هر شخصی که به خود جلب میکنی، به این گروپ خودت جلب میکنی، همه اونها را هر عمل میکنن به نامه اعمالتون نوشته میشود. تو در روز قیامت در نزد الله تعالی جوابگر میشی برای هر شخصی که جلب کردی و برای هر شخصی که تو جلب کردی. شخصی جلب کرده بود دیگر رو جلب کرد، جلب کرده بود دیگر رو جلب کرد. همه اونها در نامه اعمال تو است. غیر از اون که پول حرام میخوری، غیر از اون که برای پدر و مادر تو فرزندات پول حرام میخورونی، تو نامه اعمال خودت را با همین گناه ها سیاه کرده ایستادی که تا روز قیامت کنده نمیشود.